سلام دوستان، وقت همگی بخیر و شادی. من برگشتم در سال جدید با ویدیوهای جدید در خدمتتون هستم. اول از همه یه تبریک سال نو داشته باشم. امیدوارم همه عزیزان تعطیلات سال نو جدیدمون رو تا به امروز به خوبی و خوشی در کنار عزیزانشون سپری کرده باشن. برای بچه‌هایی که برای ویزای تایوان و تایید مدارک از طریق من اقدام میکنن، یه نکته مهم نحوه ارسال مدارک، مخصوصاً برای پدر مادرای عزیزشون که میخوان مدارک رو ارسال کنن که احتیاج نیست حضوری بیان اینجا، من کارهای درخواست ویزاشون رو میتونم انجام بدم، یا مرحله اول که میخوان مدارک خودشون رو ارسال کنن که من تاییدیه‌اش رو بگیرم، چه پستی رو پیشنهاد میدین؟ بچهای مختلف از من این سوالو مرتبا پرسیدم. من یه وقفه خب به هر حال به خاطر تعطیلات سال نو بود، ولی من رفتم یه تحقیقی هم تو این مدت کردم و براتون یه پستی رو پیدا کردم که چندین مورد و یکی دو مورد و این چند وقت پیش از طریق اینا بچه‌ها از ایران برای من فرستادم، گفتم به شما هم بگم. اجازه بدید من صفحه رو اینجا شیر کنم و بریم این قسمت رو براتون یه توضیحی بدم. خب ببینید دوستان، یه شرکت پستی داخل ایران هست به نام شرکت پست کاراپست. اینجا هم زده تو تبش پست سریع بین‌المللی داخلی. خب حالا بعضی از بچه‌ها برای ارسال داخلی یا ارسال بین‌المللی حتی از تیپاکس هم استفاده میکنن. حالا اون مورد شخصی، اون در واقع سلیقه شخصی هست. من تا به حال با تیپاکس ارسالی نداشتم و یا بچه‌ها با تیپاکس برای من نفرستادن، ولی اینی که من بهتون معرفی میکنم ظرف 3 الی 4 روز کاری، مثلا برای اون دوستانی که میخوان ویزای ارجنت هم درخواست بدم، میخوان سریعتر مدارک به دست من برسه تا من پروسه اداری رو راه بندازم و کلید کار رو در واقع استارت بزنید. ببینید این شرکت کاراپست در ایران اکثر مراکز و استان‌ها شعبه داره که میاد با یک شرکت پستی تو امارات به نام کارا اکسپرس همکاری میکنه. شرکت‌های معمولاً مثل آرامکس و یه سری شرکت یا دی اچ ال و یو پی اس و اینا که خب به هر حال میدونید ارسال به ایران ندارن، خدمات سرویس ارسال به ایران نداره. ما از شرکت پست جایگزین باید استفاده کنیم. یکی از بهترینا که من تو امارات ازش استفاده میکنم، چه برای ارسال از اینجا به ایران چه برای ارسال از سمت ایران به اینجا، این شرکت کاراپست هست که حالا این قسمت بالای صفحه رو شما میبینید، قسمت ثبت نام داره، ورود، شکایات، تماس با ما، درباره ما، رهگیری و خدمات و هوم پیج یا صفحه اصلیشون که اینجا زده حمل بار هوایی سنگین، پست سریع بین‌المللی، پست داخلی. حالا ما به این قسمت کار نداریم. این قسمتی که بیشتر مورد استفاده ما است این قسمت تماس با ما که شما میرین تو تبای بالا، تب شماره 4 میشه خانه، خدمات، رهگیری، درباره میخوام تب شماره 5 میشه تماس با ما. روی این قسمت که کلیک کنید این سایتش 2 تا زبان رو پشتیبانی میکنه. من یه مقدار بیارم پایین‌تر، میبینید اینجا هم زبان فارسی داره هم زبان انگلیسی. خب حالا اینجا میان شما بسته به اون مرکزی که استانی که هستین، بسته به وسعت خاک اون استان هم تعداد شعبات مشخص‌تره. ممکنه بعضی استان‌ها 3 تا شعبه داشته باشه تو یه شهر، ممکنه که مرکز استان هست، مرکز اون استان هست. بعضی وقتا ممکنه نه، مثلا تو شهرهای مختلف استان شعبه داشته باشه. به عنوان مثلا من میرم استان سیستان و بلوچستان، اینجا رو من که کلیک میکنم مثلا 3 تا دفتر داره: چابهار، زاهدان، کنارک. اگه کسی از دوستان میخواد از اینجا مدارک رو برای من بفرسته، میتونه به یکی از این 3 شعبه مراجعه کنه. باز اگه برم تو استان خراسان رضوی، شما میبینید اینجا یه شعبه مشهد داره، یه شعبه سبزوار، یه شعبه نشابور. به هر شعبه شما نزدیکترین هم شماره همراه، هم تلفن، هم آدرس رو زده. یا مثلا اگه من برم تو تهران، بچه‌ها مدارک از تهران میخوام بفرستن، دفتر مرکزی داره تهران، خیابون شهید بهشتی، بعد دفتر خیابون انقلاب داره، داخل دانشگاه خواجه نصیری، دانشگاه شریف هم داره. یا مثلا من میرم استان فارس، رو استان فارس که کلیک کنم، مثلا این فقط تو خود مرکز استان، تو شهرستان‌های استان فارس مثلا خنج و عوض و لار و گراش و اینا مثلا شعبه نداره، همه تو مرکز استان، تو قسمت شیرازه که 2 دفتر هست. یکی دفتر امور بین‌الملل و ارسال بین‌المللی رو هندل میکنه که قطعا شما باید اینجا تحویل بدین برای ارسال به دبی. یکی هم که برای بارهای داخل استانی و داخل کشوری هست. خب اینجا مثلا من میرم آذربایجان شرقی، مثلا میبینید اینجا مثلا تبریز یه شعبه مجزا برای تبریز داره، ولی مراغه و بناب و عجبشیر این 3 تا شهر رو یه شعبه دیگه هندل میکنه. خب به طب مشخص درخواست‌های تبریز با توجه به وسعت شهر و مساحت شهری خیلی بیشتره نسبت به این 3 تا شهر استان که برای همین این 3 تا رو یه شعبه هندل میکنه، یکی رو. بنابراین کاراپست بهترین
من آدرس این سایت کاراپستم تو کپشن این ویدیو براتون میذارم. حتما شماره تماس منم که تو واتساپ، شماره تماس واتساپ منم که آخر تمام ویدیوها هست و این قسمت پایین این ویدیو هم اجازه بدید من صفحه رو استاپ کنم. خب این قسمت پایین این قسمت هم شما شماره واتساپ منو میبینید. شما با این شماره واتساپ هم میتونید با من در تماس باشین. پس از این به بعد دوستانی که میخوان ارسال مدارک از سمت ایران برای من انجام بدن، بهترین که من پیشنهاد میدم و در عرض 3 الی 4 روز کاری، حالا اگه با آخر هفته بخوره، آخر هفته ایران یا آخر هفته ما که شنبه و یک شنبه است در امارات، ممکنه یه مقدار مثلا 1-2 روز بیشتر بشه، ولی تا اونجایی که من میدونم اکثر بچه‌ها که هر تایم میفرستادن از ایران برای من، تقریبا 3 ماکسیموم 4 روز کاری مدارکش به دست من رسیده. و حالا شما اون دیگه، حالا این پیشنهاد منه کاراپست که خیلی از سرویس و خدماتش هم راضی هستم، منتها شما هم بستگی داره که بررسی کنید ببینید کدوم یکی برای شما مقرون به صرفه تره، میخواین با تیپاکس بفرستین یا کاراپست، چون تیپاکس هم ارسال بین الملل داره. ولی کاراپست به نظر من بسیار عالی بود که از اینجا هم به ایران میتونیم ارسال کنیم، هم از ایران مدارکی که بچه‌ها میفرستن ارسال. خب بچه‌هایی که حالا چه میخوان مدارکش رو تایوان برای من ارسال کنن، یا دوستانی که حالا مثلا یه سری مدارک دارن باید برای من ارسال کنن، یا اینجا از طریق من برای خرید ملک اقدام کردن و من کاراشون رو دارم انجام میدم، یه سری مدارک رو برای امضاشون باید بفرستم، مثل قرارداد خرید و فروش ملکشون یا ملکی خریدم باید براشون بفرستم، از طریق این پست من براشون به ایران ارسال میکنم. و متعاقباً دوستانی هم که میخوان چه هر نوع مدارکی برای پیگیری کارشون بر من تو امارات بفرستم، من توصیه میکنم از این شرکت پستی استفاده کنید. خب دوستان، این ویدیو تقریبا 9 دقیقه‌ای گفتم براتون ضبط کنم تا دوستانی که میخوان برای ارسال مدارک اقدام کنن از این راه استفاده کنن که در سریع‌ترین ممکن با بهترین قیمت و مدارکشون صحیح و سالم به دست من برسه. چون 1-2 مورد یه سری از دوستان با تأخیر رسیده بود، گفتم این ما بهتون بگم که برای سایر دوستان از این طریق اقدام کنید. خب روز شب همگی خوش، هر جا که هستین به امید دیدار. فعلا خدا نگهدار.